مجلس ویتنام با تصویب اصلاح قانون بهره‌گیری از انرژی اتمی پس از وقفه‌ای 8 ساله احیا و اجرای طرح ملی تولید گسترده برق هسته‌ای رو با راه‌اندازی مجدد تأسیسات اتمی در این کشور تسهیل کرد. قانونی که دولت ویتنام بر اساس اون با حفظ انحصار در ساخت و بهره برداری از نیروگاه‌های هسته‌ای در تلاش با از سر گرفتن مطالعات توسعه انرژی اتمی 62 راکتور جدید رو با ظرفیت تولید برق 64970 مگاوات راه اندازی کنه. این تلاش هماهنگ تضمینی برای تامین انرژی پاک و بلند مدت و تنوع بخشیدن به سبد انرژی به منظور پاسخ به نیاز بخش صنعت به ویژه صنایع فناوری پیشرفته در کشوره. ظرفیت کامل سامانه برق ویتنام در حال حاضر حدود 80 گیگاواته که بر اساس برآورد کارشناسان نیاز این کشور تا 5 سال پیش رو به 70 گیگاوات و ظرف 25 سال آینده به 500 گیگاوات افزایش پیدا میکنه. سوخت‌های فسیلی علاوه بر گرانی قیمت و آلوده کردن هوا همه وارداتی هستند. از طرفی منابع انرژی‌های تجدیدپذیر ویتنام هم ناپایداره. بنابراین بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای برای تولید سوخت پاک، پایدار و ارزان ضروری و به صرف است. توسعه انرژی هسته‌ای در ویتنام با توجه به رشد 10% تقاضای انرژی در سال به اعتقاد کارشناسان روندی اجتناب ناپذیر و همسو با شرایط جهانیه. ویتنام که روزی صادرکننده انرژی بود، از سال 2013 رسما وارد کننده انرژی شد، به طوری که زغال سنگ و گاز رو به عنوان نیمی از سوخت نیروگاه‌های تولید برق از خارج وارد میکنه. این در حالیه که فناوری‌های جدید انرژی هسته‌ای روز به روز ایمن‌تر و ارزان‌تر میشن. بر همین اساس با واردات 36% سوخت‌های فسیلی بستر توسعه ضروری تأسیسات انرژی هسته‌ای در ویتنام بیش از پیش فراهم شده. موضوعی که به علت افزایش تقاضای انرژی در دنیای امروز موجب شده کشورهای دیگر هم در پی راه اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای باشند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.